خیزش مردم غیور بختیاری تو شهرهای مختلف میهنمون و حمایتی که همه مردم سراسر ایران ازشون کردن، خب بدجوری رژیم آخوندی رو لرزوند. منتها غلط کردم گویی تو این زمینه رو هم باز با همون فرهنگ چندین جای خوری آخوندی به ابلهانه ترین شکل ممکن میخواستن بریزن به جیب پر نشدنی ولی فقیه. حکایت همون پررو است که فرستادنش معذرت خواهی بکنه، رفت به طرف گفتش که ببخشید ولی تقصیر خودت. اینا هم زرقامی رو فرستادن مسجد سلیمان برای غلط کردن گویی. ولی تو گزارش تیوی ریش از جلسه به شدت سوت و کوری که اونجا راه انداخته بودن یه چیزی هم طلبکار شدن. تعدادی از برگزیدگان و منتخبان مردم خونگرم و مهمان نواز مسجد سلیمان هم در سخنانی بر تبعیت محض از امام راحل و رهبر معظم انقلاب و مبارزه بی‌امان با استکبار تاکید کردند. این جریان یک فراز مضحک هم داشت که به تن کردن لباس بختیاری توسط پاسدار زرقامی بود. یکی نبود بهش بگه بابا ابله، این خودش یک توهین جدید به بختیاری است، تو همون لباس پاسداری تو بپوش برات خوبه. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی